سلام بچه‌ها، مهدیم. امیدوارم که سلامت و تندرست باشین. من اومدم که از اول براتون بچه‌ها برم. امیدوارم که شما با من همراه باشین. خب اول که رد سنینون میپرسه ما تو چه سنی هستیم و دقیقش اینجا بذارم. دقیقش اینجا میذارم دیگه. الان میگیم واقعا 25 سالته دیگه. آره دیگه داشت. خب بریم. خب اول که ویلکوم اینا. خب بنا یادمون میدارم بعد 4-5 سال واقعا مثلا کلاش رویال واقعا خاطره خیلی داشتیم بچه ها. اون موقع فقط چت میکردیم بچه ها، اصلا پلی زیاد نمیدادیم. واقعا دوست دارم بیام بالا، البته با شما بچه ها بیشتر از شما یاد بگیرم که آقا چجوری پلی میدین، چه دکایی انتخاب میکنین، منم یاد بگیرم ترکیباتون چی هست چی نیست دیگه. از شما یاد میگیریم دیگه، میریم جلو همینجوری. امیدوارم که از ویدیو یه خورده خوشتون بیاد، یکم حالاتون عوض بشه. خب اینا که بخش آموزشی بود. هیچ جایزه اولمون سکه 18 تا تفنگدار گرفتیم. مینی پیکا هم گرفتیم. ولی نمیتونیم ترکیب اصلی بسازیم. نه او چقدر کرد. مینی پیکا رو میگه ارتقا بده. بیا دور شد، برو جنگ. خب بریم جنگ. خب اینجا رو فعلا باید یاد بد بده. بیا چه ترکیبی باید انتخاب کنم خدایی، با این کارت اصلا نمیشه ترکیب ساخت. خب اینجا چه میگه؟ بیا فایر بزنم. بیا چه حالی میده این موقع. بازی کمتر سخت میشه، الان فعلا توی پلیر نیستش فعلا. خب اینم بردیم یوبین. خب صندوقچه بعدی هم بگیریم. جایزمون چیه؟ او از این صندوقچه چیه؟ او بازم مینی پیکو شانسه. بطل سوم اثبات بذاریم. خب اسمون که مهدیه. قشنگ شد نه؟ خب خفن شد اسمون مهدی ایکس رو. خب بریم بطل سوم. یه اسم اینجوری گذاشتیم دیگه. آره ایکس رو موقع تو کرش رویال بودیم ایکس رو بودیم، جون گذاشتیم ایکس رو. خب مینی پیکو بزن. آفرین. خب ما همینجوری میفرستیم پشت سرش دیگه. بیا اینجا مینی کوچولو رو میفرستیم. خب ایوه فعلا آموزش های مایی که بهمون یاد میده. بعدی دیگه پلی دادن دیگه و پلی راست دیگه بازی سخت میشه دیگه. از اول چرا حال میده. من گفتم از اول براتون برم دیگه. خب اولین آرما خوش آمدید. 0 کاپ بچه، هیچ کاپی ندارم. بریم که آقا اولین جایزمون رو بگیریم. اوه اینجا رو نگاه. این فریه، این میده. فایر یه دونه میگیریم ازش. سکه داریم خوبه. چند تا از این میگیریم. اوکی. و ترکیبمون که داریم فعلا همینه دیگه. جدیدی هم اینه. یه ترکیبی هم با این ترکیب که نمیتونم بسازم، ولی خب جابجا میشه کرد. خب اینجا میذاریم. بذاریم اینجا بمونه. اینم میاریم اینجا. خب یه جایزه اینجا داریم. یعنی خب این فکر کنم اولین بتلمون باشه.
با پلیر 24 تا کپ داره. خب بزن که داشته باشیم. خب این چی میفرسته؟ بیا جلو. بیا من از اینجا جاینتو میفرستم. اوه موسکیتر فرستاد، من اشتباه کرده باشم. خب اینجا پیکا میفرستم پشت سر شغلیه. خب ده این بچه پیکا فرستاد. پیکا اوه دمیج نزنه. اوه یه دمیج زد. اون باید داره ما خوب پیش میریم فعلا. نباید بذارم اکسیرام زود تمام بشه. بکنم بردیم. به یه فایر نوش جونش میزنم. بوم تمام نشد. عجیب است. اینجا موسکیتر جاینت بشه اونو کار نرم. جاینت میفرستم کار تمام میکنم. جاینت بار کار تمام کن با مشتای سنگینت. ببینم چه میکنی. جاینت باشد. جاینت یه مشت دیگه. آفرین جاینت. خب اولین بازی آنلاینیمون رو بردیم بچه ها. با پلیر افتادیم. اوکی. خب جویزمون رو بگیریم. چی توش میتونه باشه؟ 800 تا سکم بهمون داد. خب 32 تا کپ داریم. بریم واسه دومین بتل. این کاپش بالاتره. خب ببین چی میفرسته. موسکیتر از عقب. بیا جاینتو اینجا میفرستیم که بره جلو. پشت سرش هم مینی. من اکسیری ندارم برای دفاع واقعا، ولی همینجوری دمله زدم دیگه. آره این بره باید با مینی بگیریم. پیکا بیا این بره ما دفاع میکنیم. عمرم بذارم یه دونه از این چیزا ما بگیریم. اینجا هم پشت سرش یه دونه ماسکتر دیگه هم میفرستیم که دوتایی بزنن. کار تموم کردیم. ایور بریم بازی بعدی. که میتونیش باشد. موسکیتر داده ایور. آرمه بعدی رفتم نه. میتونم این چیزایی رو انتخاب کنم. من گابلین. گابلین دست میده. گابلین. خب هم گابلین هم داریم نه تو کارتا. میتونیم ازش استفاده کنیم. خب الان کجاست این کارتش؟ چون عوض شده از اون که نشوره. مثلا اینجا اومده. خب اینا کارت همونن. خب باید ارتقاشون بدیم. من موسکیتو رو ارتقا میدم. خب این از این و نایت و مینی پکا. این هم از این و فایر که عشق است. با هم فایر نیازه. خب رفتیم لول 2. خب اینجا جایزه میدن. ایوه شاید عوض شده واقعا. که شجور قبلا به نظرم بهتر بود. بچه ها نه الان سخت شده. میگن تکامل اومد و اینا اومده. نمیدونم چیه. تاورم 2 شد. تاورم ارتقا میده. چه با تاورمون قوی تره دیگه. خب اینجا ترکیبامونن نه. اینجا ترکیبامون اد میکنن. خب این اولیشه. خب من گابلینز رو بخوام استفاده کنم یه تیک همون استفاده میکنم. گابلینز رو میارم اینجا. خب برو که بریم
پلیر بعدی 63 تا کپ داریم بچه ها. بیا منم دارم اینجا. گود لاک. خب از عقب فرستادیم. اوه اینجا میگن که گابلینز چیز خوبی. اینجا جاین تو میریم. از پشتم مینی پکا باشه. خب مینی پکا خوب صدا. اوه جوری این یورو رو بگیرین داره میزنه. اینجا ما هم کارو تموم کردیم دیگه. کارو در آوردیم باشه. خب اینم بردیم. این بازی بعدی. فدات هل پلی. از جوتر فشار شروع میشه. ول پلی. این که اول است یک خورده راحت بازی. 93 تا کپ داریم. بریم بطره بعدی. بریم 100 تایی. 26 تا کپ داره. گود لاک. من جاین تو از عقب برم یا میفرسته چیزی. ما جاین تو از عقب میریم. اوه گابلینز رو میندازیم اینجا. خب گابلینز کارو در میار فکر کنم. ماسکیتر پشتش. مینیمز هم اینورش. اینورش هم مینی پکا. این کارو در بیاریم بچه ها. آفرین همین. سریع کارو در میاریم اینجوری. آفرین. بازی بردیم آقا دیگه. دفاع لازم نیست بکنیم. اینم از این بازی. ایوه. دومو بازی کردن من جواب داد. ول پلی. جواب دیگه چیه؟ او جوابش رو تغییر کرده. خب او یه سری جواب به من داده. سکو بگوید کارت جدید به ما نمیده. شینه من فقط اون موقع هوک و اون چیزا داشتم. الان دیگه چی ندارم. جاین تو من ارتقا میدیم. گابلینز. بازم گابلینز. اینجا مینیونز واقعا نیاز ارتقا بدیمش. بیا. خب دخترای کوچولو. بیا یه ارتقا دیگه. حالا بهتر شد. اوه 3 شدیم. لول 3. ایول. او یه جایزه هم اینجا اومده واسم. میگیریم. امیدوارم توش یه کارت جدیدی باشه. 110 تا موضوع کارت جدیدی. گوبلینز گیمز. خب این چیه؟ گوبلیمن هات. این که داشتیم آرچر. خوبه تاورمون رو قوی کنیم. خوبه. بیا یه ارتقا دیگه. تاور قوی تر. چند چیز داریم من دیگه. خوبه. برای همین رو استفاده میکنم دارم. اما بعدی چقدر کاب میخواد؟ 300 تا دیگه هم میریم. جاین از عقب. خب ماسکیتر رو از پاش میفرستیم. مینی پکا هم پشتش.
چه میکنیم بازی کن؟ فعلا اولی یه بومبم بزنیم اینجا، یه فایر. طيب نیم برد. خب اینم از این. 151 کارت گرفتیم. خودمون بردارم بهتره، این بهتره. خب بچه ما تا اینجا 154 تا کاپ جمع کردیم. امیدوارم که یه خورده حالتون جا اومده باشه و یه خورده حال هواتون عوض شده باشه با این ویدیو. از اول شروع کردم کلش رویالو که اینجوری براتون باحال‌تر شاید باشه. حالا پرو که نیستیم، حالا نوبیم، حالا از اول. امیدوارم که یکم خوشتون اومده باشه. دیگه همین دیگه بچه‌ها، تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.